در مکتب‌های شهر خوجند مرکز ولایت سوغد از والدین شاگردان مکتب‌ها خواستند که پول جمع آورده در تعمیر و ترمیم مکتب‌ها سهم گذارند. این در حالی است که وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید باید مؤسسه‌های تعلیمی از حساب بودجه محلی تعمیر شوند و جمع کردن مبلغ از والدین برای مکتب‌ها مخالف قانون است. رهبران مکتب‌های خوجند در جلسه‌های عمومی به والدین مکتبخانه‌ها پیشنهاد کردند برای تعمیر و ترمیم صنفخانه‌های فرزندانشان پول جمع آورده سهم گذارند. از والدین خواسته شده است که برای هر خواننده از 50 تا 100 سامانی به خزینه مکتب بسپارند. مهیا حکیم‌آوا از محله سیوم شهر خوجند یکی از این والدان است. او میگوید با قرار جلسه مکتب باید برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی پرداخت کند. بر علاوه این او و دیگر والدین به مکتب عهد دادند که هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. اگر همه حاضر کیا میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری، حکومت ولایتی، من همه رئیسان همشون که به دروغ میگوشتند که با خیلی و قرار میبرند. خلق دلش بسته نمید همه حرفی گپ نیستند. ولی برخی پدر و مادران میگویند که پیشنهاد مأموریت مکتب‌ها برای تعمیر صنفخانه پیشنهادی بدی نیست و آنها آماده‌اند که برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان مبلغ سپارند. عبدالرسول قادیروف مدیر مکتب رقمی 30 در محله سیوم شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اپریل تصدیق کرد که جمع آوری مبلغ برای تعمیر صنفخانه‌ها را با والدین خوانندگان مشورت دارند. او افزود مبلغی که ما وجودمون مبلغ سری کسی ده مونده همگی 492 تا بچه ما هست. اون مبلغی که جدا میشه برای تعمیر موارد نمیرسه. وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید اختصاص مبلغ برای نگاهوبین بنا و خرید تجهیزات برای مکتب‌ها از بودجه حکومت‌های محلی پیشنهاد شده است. احسان سفرزاده سخنگوی وزارت معارف روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در واقع مجبوری جمع آوردن پول از والدان برای مکتب‌ها قانونی نیست. او افزود در بعض شهر نویا متاسفانه که از جانب مقامات محلی همین مبلغ نمیتونن از جانب رئیس‌های مالیه و مقامات محلی بعد دیرکتورای مکتب مجبور میشن که از پدر و مادر پول جمع کنن برای تعمیر. اگر همون سمت را پورا پیشنهاد کند مقامات محلی پول جدا کند تعمیر به ذمه مقامات محلی است. احسان سفرزاده همچنین گفت افراد سخاوت پیشه که مایلند به مکتب باید یاری پولی خود را به حساب مکتب گذرانند. مقامات شهرداری خوجند تابستان سال گذشته اظهار داشته بودند که بودجه شهر برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستانها مبلغ دارد. قبل از این حکومت سوغد نیز گفته بود دیگر از پدر و مادران در شهر و ناحیه‌های خوجند، پنجکند، گلستان، بوستان، استرافشان، عینی، مسچاه و باباجان غفوروف برای تعمیر بینای مکتب و کودکستانها پول جمع نمی آورند. همچنین در 2-3 سال آینده در 10 شهر و ناحیه‌های باقی مانده نیز جمع آوری مبلغ از والدین خوانندگان منع خواهد شد. سیف الله خان رحمتوف معاون مدیر معارف ولایت سوغد در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که چرا این وعده مقامات اجرا نگردید و امسال نیز مقامات به مردم مراجعت کردند گفت عموما یک بار هم مؤسسه‌های تعمیر کردن به الحال حاضر بودجه مبلغ کفایگی نمی‌کند. اینجا پدر و مادرها و کمیته پدر و مادرها مراجعت میکنن مکتب‌ها وقت صنفخانه‌شه تعمیر کردنش ممکن اینجا برای اختیاری. تعمیر مکتب‌ها با پول والدین یک بحث بزرگ در میان مردم در تاجیکستان است، زیرا بر اساس قانون تحصیل در مکتب رایگان است. در هر روستا و دهه اکثرا شکایت میشنوید که در مکتب از فرزندان آنها میخواهند برای این و یا آن پول بیارند.